متنی از علی عبدلی. علت ایجاد آگاهی مکاشفه‌گونه یا الهام نه از طرف سروش غیب و نه به واسطه نیروهای کیهانی است، بلکه شکلگیری آنها از نظر انسانشناسی این گونه به نظر می رسد. همونطور که می دانیم ذهن خودآگاه ما دائما در حال دریافت، تبادل و پردازش اطلاعات است، ولی قسمت اعظم اطلاعات دریافتی ما را موضوعات و اطلاعاتی تشکیل می دهند که توسط حواس پنجگانه ما دریافت می شوند ولی در مرکز توجهمان قرار ندارند. مانند تصاویری که در میدان دید ما هستند ولی ما به آنها توجهی نداریم. این گونه دریافت‌های محیطی عموماً به عمق ناخودآگاه ما می روند. در آنجا یعنی ضمیر ناخودآگاه انسان، مطالبی که به نوعی با یکدیگر ارتباط دارند در اثر تفکری ژرف و نیز احساسات و عواطف شدید و همچنین گاهی در دل طبیعت بکر و بعضی مواقع در حالاتی که ما خواسته یا ناخواسته ذهنی آرام و خلوت داریم، مانند زمانی که به حمام می رویم یا اینکه مدیتیشن یا استراحت می کنیم و امثال هم، در این حالات به واسطه تضاد بین تفکر در اعماق ذهن و آرامش در قسمت سطحی آن، گاهی بعضی نقاط مهم و کلیدی به یکدیگر وصل می شوند و در خودآگاه ما سبب خلاقیت و در عالم خارج هنرمندانه به اشکال مختلف هنر و علم بروز می کنند. به برنامه گفتگو خوش آمدید. امروز میخوایم به سرشت و سرچشمه الهام خلاق بپردازیم. اون لحظه های نادری که ایده های نو و آثار هنری بدیع متولد میشن. و کانون بحث ما هم متنی از علی عبدلی هست که یه دیدگاه مشخصی رو ارائه میده و الهام رو در واقع یه پدیده کاملا درونی معرفی میکنه. دقیقاً. پرسش محوری ما اینه: آیا میشه بر اساس توضیحات همین متن الهام خلاق رو صرفاً نتیجه فرایندهای درونی و روانشناختی دونست؟ یعنی آیا اون اتصال ناخودآگاه ایده ها که با تفکر عمیق، عواطف شدید یا حضور در طبیعت تحریک میشه، آیا این تمام داستانه و به ما این اجازه رو میده که با قاطعیت امکان هر نوع منشأ بیرونی مثل سروش غیب یا نیروهای کیهانی که متن خودش صراحتاً رد میکنه رو کنار بذاریم؟ خب من در این گفتگو استدلال میکنم که بله، چارچوبی که متن ارائه میده الهام رو به عنوان یک فرایند اساساً درونی که ریشه در سازوکارهای شناختی و پردازش ناخودآگاه داره به شکل به نظرم محکفی توضیح میده. و من ضمن این که تایید میکنم نقش مهم عوامل درونی رو که متن به درستی بهشون اشاره کرده، استدلال خواهم کرد که این توضیحات متن هرچند جالبه اما لزوماً اونقدر جامع و قوی نیست که بتونه مبنای کافی باشه برای رد قطعی بقیه احتمالات ذکر شده. یعنی ببینید آیا این مدل بار اثبات چنین رد قاطعی رو واقعاً به دوش میکشه؟ بسیار خوب. اجازه بدید من اول موضع خودم رو بر اساس متن روشن کنم. ببینید نکته کلیدی متن اینه که الهام از سروش غیب یا نیروهای کیهانی سرچشمه نمیگیره. این یه گزاره سریع و اولیه است توی متن. بله، کاملا روشن بیان شده. در مقابل متن یه مدل جایگزین و درونی رو پیشنهاد میکنه. یعنی میگه ایده ها، تجربیات، دانشی که به هر نحوی به ناخودآگاه ما راه پیدا کردن و با هم یه ارتباطی دارن، در شرایط خاصی فعال میشن و به هم متصل میشن. این شرایط یا به قول شما کاتالیزورها شامل تفکر ژرف، احساسات و عواطف شدید، قرار گرفتن در طبیعت بکر و حتی اون حالت جالب، تضاد تفکر ژرف با ذهنی آرام هستند. پس اینها انگار جرقه اتصال را میزنن؟ دقیقاً. اینها شرایطی هستند که اتصال اون نقاط بالقوه مرتبط رو در اعماق ذهن تسهیل میکنن. خروجی این فرایند درونی چیه؟ ظهور خلاقیت در سطح خودآگاه و بعدش تجلی بیرونی اون در قالب‌های گوناگون هنر.
بنابراین از منظر من متن یه چارچوب روانشناختی منسجم و خودبسنده رو برای توضیح الهام ارائه میده که ما رو از جستجوی توضیحات حالا بگیم فراتبیعی یا بیرونی بی‌نیاز میکنه. همه چیز انگار درون خود ما اتفاق میفته. منطق این دیدگاه رو درک میکنم و خب جذابیت توضیحات مبتنی بر فرآیندهای درونی هم انکارناپذیره. نقش تفکر، احساسات، طبیعت، اتصال ایده ها در ناخودآگاه، اینها مفاهیمی هستن که با تجربیات خلاقانه خیلی هم همخوانی داره. اما پرسش بنیادین من هنوز پابرجاست. آیا این مدل درونی هرچند پذیرفتنی واقعاً تمامیت پدیده پیچیده‌ای مثل الهام رو پوشش میده؟ و مهمتر از اون، آیا قدرتش به حدی هست که اون رد قاطعانه اولیه رو توجیه کنه؟ منظورتون از تمامیت چیه دقیقاً؟ من فکر می‌کنم مدل به اندازه کافی جامع هست. ارائه میده. نقاطشان به یکدیگر وصل میشون. این یه استعاره مفید قبول. اما آیا به شکل قانع کننده‌ای توضیح میده که چگونه این اتصال رخ میده؟ یعنی چه سازوکاری تعیین میکنه که کدوم نقاطه به ظاهر بی ربط ناگهان توی لحظه الهام بخش به هم بپیوندن و چرا این اتفاق اغلب به صورت ناگهانی و برق‌آسا رخ میده؟ چیزی که ازش به شهود یا لحظه اورکا هم تعبیر میکنیم. آیا صرفاً ارجاع به تفکر جرف یا احساسات شدید برای روشن کردن این سازوکار دقیق و اون کیفیت ناگهانیش کافیه؟ خب روانشناسی شناختی هم از شبکه‌های معنایی و فعالسازی گسترده صحبت میکنه. تفکر عمیق میتونه گره‌های خاصی رو تو این شبکه فعالتر کنه و احتمال اتصالات جدید رو بالا ببره. متن لزوما نباید وارد جزئیات نورولوژیک بشه، بلکه داره یه مدل مفهومی ارائه میده. راستش من با این خط استدلال خیلی قانع نشدم، چون به نظرم اینجا جزئیات اهمیت دارن. مرتبط بودن ایده ها قبل از اتصالشون همیشه آشکار نیست. چطور ذهن تو اون لحظه خاص یه ارتباطی رو کشف میکنه که قبلا انگار وجود نداشته یا پنهان بوده؟ و آیا این مدل اتصال نقاط میتونه جهش‌های خلاقانه واقعا رادیکال رو توضیح بده؟ منظورم ایده هاییه که نه فقط ترکیب جدیدی از عناصر قدیمیان، بلکه به نظر میرسه پارادایم رو عوض میکنن، یه چیز اساساً نو رو معرفی میکنن. آیا صرفاً وصل کردن نقاط موجود برای چنین جهش‌های کافیه یا این مدل بیشتر برای خلاقیت‌های تدریجی و مبتنی بر بهبود مناسبه؟ نه، من فکر میکنم این مدل انعطاف پذیرتر از این حرفاست. ببینید، نقاط میتونن مفاهیم خیلی بنیادین باشن یا شبکه‌های پیچیده‌ای از ایده ها. اتصال اونها میتونه الگوهای کاملا جدیدی ایجاد کنه که خیلی فراتر از جمع ساده اجزاشون به نظر برسن. یعنی پیچیدگی این اتصالات میتونه بی‌نهایت باشه. استدلال قانع کننده ای، اما آیا به این فکر کرده اید که اصلا فهرستی که متن از محرکان میده، تفکر، احساسات، طبیعت، تضاد، آرامش، تفکر، آیا این فهرست جامعه، یعنی اینها شرایط لازم و کافی هستن؟ همه ما تجربه کردیم که با وجود تفکر عمیق و احساسات شدید لزوماً الهامی رخ نمیده. پس چه عامل دیگه ای ممکنه دخیل باشه که متن بهش نپرداخته؟ و آیا متن توضیح میده که چرا دقیقاً این عوامل خاص و نه عوامل دیگه چنین نقش کاتالیزوری دارن؟ این ابهام در مورد کامل بودن فهرست و سازوکار دقیق این محرک‌ها باز هم اون تردید رو در مورد قطعیت رد سایر احتمالات به نظرم تقویت میکنه. جا به نکته اصلی میرسیم، یعنی رد منابع بیرونی. به باور من رویکرد متن اتخاذ یک موضع علمی و مبتنی بر اصل صرفه‌جویی یا همون تیغ و کمه. ما برای پدیده‌ها دنبال توضیحات طبیعی و قابل آزمون هستیم، درسته؟ مدل درونی که متن ارائه میده چنین توضیح رو در چارچوب روانشناسی فراهم میکنه. وقتی یه توضیح طبیعی و مکفی وجود داره، دلیلی نداره به سراغ فرضیه‌های پیچیده‌تر و اثبات نشده‌ای مثل سروش غیب یا نیروهای کیهانی بریم. یعنی بار اثبات به دوش کسیه که ادعای خارق‌العاده‌تری داره. ببخشید ولی من این رو کاملا قبول ندارم. اجازه بدید بگم چرا. مسئله این نیست که آیا توضیح روانشناختی ممکنه یا نه. مسئله اینه که آیا توضیحی که این متن خاص ارائه میده به اندازه قدرتمند، دقیق و بدون ابهام هست که بتونه به تنهایی اون رد قاطعانه و اولیه منابع بیرونی رو توجیه کنه.
ببینید متن به جای اینکه شواهد یا استدلالی برای رد اون نیروها ارائه بده، صرفاً یه مدل جایگزین رو توصیف میکنه و بعد نتیجه میگیره که اون گزینه‌های دیگه مردودن. این به نظر میرسه جایگزین کردن توصیف با رده، نه یک استنتاج منطقی که از قدرت توضیحی خود مدل در اومده باشه. آیا مدل درونی اونقدر کامل و بی‌نقص ارائه شده که هیچ فضای خالی یا پرسشی باقی نذاره که شاید توضیحات دیگه بتونن اون رو پر کنن؟ به نظر میرسه متن بیشتر داره یه موضع رو اعلام میکنه تا اینکه اون رو به طور مستدل اثبات کنه. میفهمم چرا اینطور فکر میکنید، اما اجازه بدید یه دیدگاه متفاوتی رو ارائه بدم. شاید بشه گفت متن با ارائه یک چارچوب طبیعی و قابل فهم به طور پیشفرض نیاز به توضیحات فراطبیعی رو کمرنگ میکنه. این مدل یه زنجیره منطقی ارائه میده. پردازش درونی و اتصال ناخودآگاه ایده ها منجر به آگاهی خلاق در سطح خودآگاه میشه که نهایتاً به تجلی بیرونی در قالب هنر یا ایده نو میرسه. این یک مسیر قابل ردیابی درون ذهنه. و این دقیقاً ما رو به محور 4 میرسونه، یعنی تجلی بیرونی و کیفیتش. مدل اتصال نقاط موجود در ناخودآگاه شاید بتونه توضیح بده که چرا خلاقیت رخ میده، اما آیا میتونه به خوبی تفاوت‌های فاحش در کیفیت، اصالت و تأثیرگذاری آثار خلاقانه رو توجیه کنه؟ چطور میشه که گاهی حاصل این اتصال نقاط یه اثر هنری متوسط یا یه راه حل معمولیه و گاهی دیگه یه شاهکار هنری یا یه نظریه علمی انقلابی که مسیر تاریخ رو عوض میکنه؟ آیا هر دوی اینها صرفاً نتیجه اتصال نقاطی هستن که از قبل تو ناخودآگاه فرد وجود داشتن؟ خب میشه گفت تفاوت در کیفیت به غنای اون نقاط موجود در ناخودآگاه بستگی داره. یعنی دانش، تجربیات، عمق احساسات فرد و همینطور پیچیدگی و بدی بودن نحو اتصال اونها. یه ذهن غنی‌تر با اتصالات پیچیده‌تر طبیعتاً خروجی با کیفیت‌تری خواهد داشت. این یک احتماله. اما آیا واقعاً کافیه؟ آیا نبوغ افرادی مثل موزارت، داوینچی یا آینشتین رو میشه صرفاً به داشتن نقاط بیشتر یا اتصالات یکم پیچیده‌تر تقلیل داد؟ آیا تو آثار اونها کیفیتی وجود نداره که به نظر میرسه فراتر از ترکیب مجدد عناصر از پیش موجوده؟ یه چیزی که بیشتر شبیه دریافتش بصیرت کاملا نوعه تا صرفاً باز آرای هوشمندانه دانش قبلی؟ اینجاست که من فکر میکنم محدودیت‌های یه مدل صرفاً مبتنی بر اتصال عناصر درونی ممکنه آشکار بشه. و این سوال مطرح میشه که آیا این مدل میتونه تمام طیف خلاقیت از روزمره تا نبوغ آثار رو به یه اندازه خوب توضیح بده؟ متن در این مورد سکوت میکنه و همین سکوت به نظرم فضا رو برای تردید در مورد جامعیت مدل و قطعیت رد سایر احتمالات باز میگذاره. شما دارید به موارد استثنایی اشاره می‌کنید. شاید مدل برای توزیع بخش عمده خلاقیت‌های بشری کفایت کنه و موارد نبوغ‌آسا نیازمند بررسی‌های بیشتری باشن، اما این لزوماً کل مدل رو بی‌اعتبار نمی‌کنه. اصل بر توزیع قاعده است دیگه. اما خب همین موارد استثنایی و کیفیت‌های خارق‌العاده هستن که اغلب بحث الهام رو برمی‌انگیزن. اگه مدل نتونه این قله ها رو به خوبی توضیح بده، شاید نتونه ادعای جامعیت داشته باشه. بسیار خوب. فکر می‌کنم زوایای اصلی اختلاف نظر رو بررسی کردیم. اگه بخوام جمع‌بندی کنم، از دیدگاه من متن علی عبدلی یه چارچوب کارآمد و مبتنی بر فرآیندهای روانشناختی برای فهم الهام خلاق ارائه میده. این چارچوب بر اتصال درونی ایده‌ها در ناخودآگاه تحت تأثیر محرک‌های مشخصی مثل تفکر، احساسات و طبیعت تاکید داره و توضیح طبیعی و خودبسنده برای پدیده الهام فراهم میکنه که خب نیازی به دخالت عوامل بیرونی نداره. جمع‌بندی من اینه که هرچند متن به درستی بر اهمیت حیاتی فرآیندهای درونی تأکید میکنه، اما توضیحاتش به ویژه در مورد سازوکار دقیق اتصال ایده‌های بدیع و مهمتر از اون در ارائه شواهد یا استدلال کافی برای رد قاطعانه سایر احتمالات ذکر شده مثل همون سروش غیب ممکنه با کاستی‌های روبرو باشه. این متن به نظر من بیشتر یک مدل ممکن رو توصیف میکنه، اما لزوماً قدرت توضیحیش رو به حدی اثبات نمیکنه که بشه با اطمینان تمام گزینه‌های دیگر رو کنار گذاشت
و همین امر جای تأمل و پرسشگری بیشتر رو باقی میگذاره. گفتگوی امروز ما نشون داد که چطور یه متن واحد میتونه تفاسیر و پرسش‌های گوناگونی رو ایجاد کنه. تمرکز ما هم بر تحلیل دیدگاه خاص علی عبدلی بود که منشأ الهام رو در درون انسان جستجو میکنه. دقیقاً، و تعمق بیشتر در این دیدگاه و مقایسش با نظریات دیگه بیشک به درک عمیق‌تر ما از پدیده شگفت‌انگیز خلاقیت و الهام کمک خواهد کرد. هدف از این گفتگو هم روشن ساختن همین چشم اندازهای متفاوت بود. از توجه شما سپاسگزاریم.